اینجا آندرسیه، جایی که میخوایم 20 تا 30 سالگی به خودمون سخت بگیریم تا بعد اون زندگی بهمون سخت نگیره. امروز میخوایم راجع به ورودی‌های ذهن و اون چیزی که وارد مغزمون میشه صحبت کنیم و در ابتدای ویدیو یه جمله جالب بگیم. نباید فکر کنیم کسایی که برنامه‌های مثل عشق ابدی رو میبینن بیکارن. اما چرا دیدن برنامه‌های مثل عشق ابدی تصمیم درست و عاقلانه‌ای نیست؟ پاسخ به نکته اول، چرا کسی که عشق ابدی میبینه بیکار نیست و چرا کسی که عشق ابدی و امثال عشق ابدی نمیبینه خیلی آدم سرشلوغی نیست؟ توی یک ماه گذشته چیزی حدود 25 ساعت از این ریالیتی شو پخش شده. این یعنی چیزی کمتر از میانگین روزانه 1 ساعت شما میتونید زمان بذارید برای دیدن تمام قسمت‌های این ریالیتی شو. اما آیا واقعاً همه ما روزی 1 ساعت وقت اضافه نداریم؟ پس من فکر میکنم اگر کسی امثال این برنامه رو میبینه آدم بیکاری نیست. ولی چرا دیدن امثال این برنامه رو توصیه نمی‌کنیم؟ 3 تا دلیل داره که توی این ویدیو میخوایم هر سه تای اونا رو با چند تا مقاله معتبر بررسیشون کنیم. بحث اول ورودی‌های ذهن. باید جلوی ورودی‌های ذهن رو تا حد ممکن محدود کنیم. در قرن 21 و در سال 2025 این ورودی‌ها بیشتر از چیزیه که ما اجازه بدیم جز آنچه به صورت روزمره وارد میشه، چیزهای دیگه‌ای هم که مناسب زندگی ما نیستن وارد بشه. این ورودی‌ها میتونن آسیب بزنن و به طور خودکار این روزها ما ورودی‌های بیش از حد مجاز به مغزمون وارد میکنه. مسئله دوم که مسئله مهمتریه، مسئله به نام هزینه فرصت زمان. راجع به هزینه فرصت یا هزینه فرصت زمان ساعت‌های زیادی میشه صحبت کرد. اما اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون راجع به این مفهوم بگم، باید بیایید حساب بکنید که هر ساعت روز شما چقدر ارزش داره. بعد از این اتفاق و بعد از این محاسبه متوجه میشید خیلی از چیزا رایگان نیست و اون چیزی که دارید در ازای اون پرداخت میکنید زمانتونه. حساب کردنش خیلی کار سختی نیست. اگه شاغلید باید درآمدتون رو تقسیم کنید بر ساعت کاریتون. مثلا میگم اگر 100 ساعت کار میکنید و در ازای این 100 ساعت 20 میلیون تومان دریافت میکنید، هر ساعت شما 200,000 تومان ارزششه. پس دیدن یه اپیزود از عشق ابدی معادل مصرف اینترنتتون هزینه بر نیست. معادل مصرف اینترنتتون به علاوه 200,000 تومان هزینه زمان شماست. یه لحظه صبر کنید. اگه میخواید به خودتون بگید خب من شاغل نیستم، پس زمان من ارزشی نداره، هم دارید اشتباه میکنید. الانی که من با شما صحبت میکنم بهار 404 حداقل حقوق 13,500,000 تومانه و شما برای این عدد یه چیزی حدود 130 ساعت در ماه زمان میذارید. این یعنی اینکه اگر امروز کاری هم نمیکنید، اگر مهارت یاد بگیرید که در آندرسی جلوتر راجع به صحبت میکنیم، میتونه ارزش هر ساعت زمان شما 100,000 تومان باشه. پس یک واقعیت تلخ، غیر ممکنه کسی از مخاطبهای این کانال و کسی از مخاطبهای این ویدیو ارزش زمانش کمتر از 100,000 تومان باشه. این یعنی بار بعدی که میرید کافه، اگر مجموع هزینه کافتون میشه سفارشاتون 200,000 تومان، باید اون مجموع زمانی که برای این کار گذاشتید 3 ساعت 4 ساعت رو هم حساب کنید و به اون هزینه اضافه کنید. با آشنا شدن با مفهوم هزینه فرصت زمان متوجه این مسئله میشیم خیلی چیزها رایگان نیستن. آدم‌ها عاشق چشم و ابروی ما نیستن که چیزی رو برای ما به صورت رایگان تولید کنن. اون چیزی که به جای پول از ما دریافت میکنن زمان ماست. موضوع بعدی یه مقاله خیلی جالب بود که نحوه انجام این تحقیق به این شکل بود که اشعه‌های مغز رو بررسی میکردن و توش به یک نکته خیلی بامزه رسیدن. مفهومی به نام تئوری آف مایند. این مفهوم میگه شما خیلی وقتا یک کاری رو خودتون انجام نمیدید، اما چون دارید اون کار رو میبینید حس این بهتون دست میده که اون کار رو شما هم انجام دادید. مثال میزنم، اگه یک برنامه به سبک عشق ابدی میبینید، اون اقدام هایی که توسط شرکت کنندگان اتفاق میفته رو مغز شما برای همدردی و همدلی کردن جوری طراحی شده که فکر میکنه خودش هم درگیر این مسئله بوده. پس اگه در یک قسمت چیزی از جنس خیانت یا یک آسیب عاطفی داره برای اون فرد درون ریالیتی شو اتفاق میفته، شما حس میکنه مغزتون که خودش اینو تجربه کرده و مغز بدون اینکه چیزی رو واقعا تجربه کرده باشه خستگی تجربهش رو دوشش میمونه. این همون اتفاقیه که پورنوگرافی هم با مغز انجام میده. شما ویدیوهایی رو میبینید بدون اینکه واقعا تجربه کنید چیزی رو، به مغزتون این پیغام رو میده و یکی از اصلی ترین ضررهای دیدن ویدیوهای این سبکی اینه که بدون اینکه فیزیکی شما درگیر اقدامی شده باشید، مغز شما درگیر پدیده تئوری آف مایند یا همدلی شده و فکر میکنه داره اون کارو انجام میده و این آسیب جدی میزنه به مغز شما. حالا
جاش باید چی کار کرد؟ آیا میخوایم توی آندرسی هر روز راجع به موفقیت و کار بیش از حد صحبت کنیم؟ نه، این مدل خیلی منسوخ شده. این مدل در سال 2025 کار نمیکنه. اگه جایی دارن بهتون میگن که صبح 5 صبح بیدار شید، بعد باشگاه، بعد خونه، بعد کار، بعد رژیم، بعد کار، بعد 7 تا 8 شب بخوابی، این مدل 2-3 روز تو هفته کار میکنه. لانگ ترم نمیتونید ازش استفاده بکنید. ما مغزمون نیاز داره ساعت‌هایی رو به بتالت بگذرونه. عملاً هیچ کاری نکردن. یعنی نباید به جای اون ساعت‌ها کتاب بخونید، نباید به جای اون ساعت‌ها ویدیوی آموزشی ببینید. اون ساعت‌ها مغزتون باید درگیر کاری باشه که هیچ انرژی ازش نمیگیره. پس اگه خیلی خواستید اصولی این کارو انجام بدید، کارهای از جنس مدیتیشن و اینجور کارا خیلی جذابه. ولی اگه الان به کارهای مثل مدیتیشن نزدیک نیستید، فیلم و سریال خوب ببینید. فیلم و سریال عمیق ببینید. فیلم و سریالی ببینید که دیدنش براتون آورده‌ای داره، نه از جنس یادگیری، از جنس تجربه، از جنس آشنا شدن با فرهنگ‌های کشورهای دیگه. فیلم و سریال هایی که موضوعش کاملا هم موضوع سرگرمیه. هدف ما رشد و توسعه و این اتفاقا نیست. هدف ما اینه که اون ساعتی هم که میخوایم به قول خودمون به بتالت بگذرونیم، خوب به بتالت بگذرونیم. پیشنهادهای جانبی من اینه که حتی اگر از دیدن ریالیتی شوها لذت میبرید، ریالیتی شوهایی رو ببینید که بدونید دارن با مغزتون چی کار میکنن. یه مثال ساده: شما وقتی برنامه‌ای مثل جوکر احسان علیخانی رو میبینید، توی برنامه 7-8 تا نوشیدنی مختلف میبینید که اسپانسر شده و هر 4-5 دقیقه یک دور میبینید یه تبلیغ میاد. پس شما میدونید مدل درآمد این کسب و کار، این ریالیتی شو از تبلیغه. اما در برنامه‌هایی مثل عشق ابدی، مثل کمی بیشتر، بلایند دیت، هیچ وقت هیچ کی نفهمید مدل درآمد چیه. یوتیوب اونقدی پول نمیده که بتونی شما همچین سیستمی رو بیاری و این برنامه‌ها عموماً درآمد پنهانی دارن که هر وقت این درآمد پنهان رو دیدید، به یه چیزی شک کنید و بدونید مغز شما هدف گرفته شده، نه فقط برای سرگرمی. پس دیدن برنامه‌هایی که واقعاً از دیدنش لذت میبرید، مغزتون احساس راحتی میکنه و از این جنس برنامه‌ها رو خیلی بهتون توصیه میکنم. به خودتون سخت نگیرید. هممون تو روز تایم‌ها رو نیاز داریم برای استراحت کردن بدون اینکه هیچ تاثیر مثبتی داشته باشه و مهم. دمتون گرم و فعلا خدا نگهدار.